الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي، يا وفي رواية وسنتي الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. با توفیق الله منان ان شاء الله یک سلسله روان میکنیم در موردی فتنه انکار حدیث، فتنه ای که در زمان عصری از جمله فتنها و فتنه های آخر زمان با اوج و با تیزی سرعت یک گسترش پیدا کرده روان است. الله منان از تمام فتنه های زندگی و مردگی و خصوصا از فتنه مهلک و هلاکتگر همه مسلمانان، خواهران و برادران مسلمان و خود مایان را محفوظ داشته باشه. در مرحله بعدی حالا مقدمتاً باید را بفهمیم که وحی که از جانب الله متعال از بالای عرش بر بندگان انبیا می آید دو گونه وحی می باشه. وحی الهی دو گونه وحی است. یکی را وحی خفی گفته می شود، دوم را وحی جلی یا وحی جلی و وحی خفی. و به این آیات قرآن عظیم شان و دیگر چیز هم احادیث پیامبر و عقل انسانیت، عقل سالم هم گواستند. اولا الله متعال در قرآن عظیم شان می فرماید: وكذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله متعال در قرآن عظیم شان برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: همین گونه وحی کردیم به تو ای محمد رسول الله، همان گونه ای که وحی کردیم بر نوح علیه السلام و بر سایر پیامبران بعد از نوح علیه السلام. این آیت قرآن عظیم شان می باشد. از این ما گفتیم استدلال داریم به ای که وحی بر دو گونه می باشه، وحی خفی و وحی جلی. حالا ما ببینیم که چی گونه استدلال از این کرده میشه و به این تقسیم وحی. دوستان عزیز شما ببینید الله متعال کاف تشبیه میارد و تشبیه میدهد که و کذالک همین گونه امی قسم وحی میکنیم بر تو ای محمد رسول الله، همان گونه ای که بر نوح علیه السلام سایر انبیا وحی شده بود. وحی نبی علیه السلام مشبه شد، وحی نوح علیه السلام و سایر انبیا مشبه بهی شد. و قانون در مشبه و مشبه بهی همین است که یعنی اینها چی می باشه؟ یکی می باشه و اینها یک حکم می داشته باشند و در اینها شدت ارتباط تعلق می باشه. پس ببینین بر نوح علیه السلام کدام وحی بود؟ بر سایر انبیا کدام وحی بود؟ سایر انبیا موسی علیه السلام برش تورات داده شد، عیسی علیه السلام برش انجیل داده شد. همچنین زبور بر داود علیه السلام داده شد. همچنین دیگر انبیا را صحیفه داده شد. بر نوح علیه السلام چی داده شد؟ بر عده از انبیای دیگر چی داده شد؟ انبیا آمدن، کتب معلوم نیست. معلوم میشه که غیر از وحی جلی یک وحی خفی هم است که الله تعالی پیامبرا را وحی میکرد. پس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم وحیش تشبیه به عموم میدهد و تشبیه مشبه و مشبه به یکی میباشند. همان گونه ای که بر
انبیای قبلی وحی شده بود دو قسم، وحی خفی و جلی، که بعضیاش کتبی مستقل داشتن، بعضیاش به طور خفیه. همچنین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هم دو قسم وحی داده شده است، وحی خفی و وحی جلی. عالم وحی خفیش احادیث پیامبر و وحی جلیش آیات قرآن عظیم شان و خودی کتاب الله قرآن عظیم شان می باشه. از این معلوم می شود که وحی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هم دو گونه وحی بوده، وحی خفی و وحی جلی. و همچنین الله متعال در قرآن عظیم شان می فرماید ما من بشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. الله متعال می فرماید نیست از سنت و از طریقه رب العالمین این که سخن بگوید هم کلام بشود به هیچی از بندگانش، یا هیچ بنده الله نیست که با او الله متعال سخن بگوید مگر به سه طریقه سخن میگوید، الا وحیا، مگر وحی، او من وراء حجاب. وحی چی معنا؟ القا در قلب پیامبر و در قلب یک بنده یک چیز را، او من وراء حجاب، یا از پشت پرده، او یرسل رسولا، یا ای که پیامبر را بفرستد، که مراد از اینجا پیامبر یعنی پیام که میبره ملائک میباشد، جبرائیل علیه السلام که با پیامبرا وحی را می آورد. ببینین محمد رسول الله بشر هست یا نیست؟ الله متعال میگه هر بشری که باشه. ببینین ما من بشرین، بشر در سیاق نفی آمده و وقتی که نکره است نکره در سیاق نفی عموم پیدا میکنه، از جمله از آنها محمد رسول الله می باشه. محمد رسول الله هم که است که الله متعال به سه ذریعه به ای وحی میکنه. اول الهام در قلب پیامبر، دوم از پشت پرده، سوم از روان کردن ملائک جبرائیل. خی وقتی که القای قلب بوده، مثلا قرآن عظیم شان کسی که صرف وحی بفهمه ملائک را روان کرد، جبرائیل را، او یرسل رسولا بر رسول الله صلی الله علیه و قرآن را آورد. امی دو گونه وحی دیگری که الله وعده کرده بود چی شد؟ الا وحیا در قلب انداختن، او من وراء حجاب، از پشت پرده که محمد رسول الله در شب معراج با الله متعال هم سخن شده بودند. اینها معلوم استند که همه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دو گونه وحی داشت، وحی خفی و وحی جلی. وحی جلی امی قرآن عظیم شان، و وحی خفی امان وحی است که احادیث پیامبر بزرگوار است صلی الله علیه و سلم و دیگر آیات قرآن عظیم شان هم می باشه که در این مورد که وحی دو گونه وحی است، وحی خفی و وحی جلی. ان شاء الله در سلسله وار درس های بعدی بیان کرده می شود. و صلی الله تعالی علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.